من رامتینم و این کانال یوتیوب لونه است. توی این ویدیو یه شب اومدم فیلبند، در صورتی که اصلا قرار نبود بیام فیلبند، قرار بود برم دشت لار بسته بود، مجبور شدم بیام فیلبند. تجهیزاتم هم اصلا آماده شبمانی این شب سردی که داشتم نبودش. اگر دوست دارید شرایط اومدن به فیلبند، راهش، جادهش، شرایط شبمانیش، حیوانایی که داره و اینا رو ببینید و از طبیعت زیباش لذت ببرید، حتما این ویدیو رو ببینید. اهل تسنن در سر من ورودی فیلبند رو رد کردم، مجبور شدم که برم جلوتر دور برگردون بزنم، از این سمتش برم. خوردیم به ترافیک. اون صورتی که داشتن گفته احمد روزانگاه. ما بالاخره وارد جاده فیلبند شدیم. سر جاده، سر سرای چلاب یه ایست بازرسی که نه یه ایستگاه 20 تومن ورودی میگیره بابت حالا وارد شدن به این جاده دیگه. خب ما بالاخره یه جا وایستادیم، یه جای خوبی تو اون دل جنگل پیدا کردم. از این مسیر پاکوب میریم تا بریم تو دل جنگل. یه خونه متروکه جالبی هم اونجا، سالا نشونتون میدم. اون جایی که گفتم اون بره این حالت نهر طوره. بپر. سوچم افتاد. برو. خیلی جای خوبیه. بریم خورده ریزارم بیاریم تو ماشین. این بر اون خونه متروکه که گفتم ناش. میلو خب من چادر رو زدم، آماده است و خیلی گشنمه، هم من هم میلو. وسایلمو میخوام بذارم تو چادر رو شروع کنم نهار درست کنم. خب غذای میلو خانوم آماده است، میخوام بذارم خنک غذای خودم رو درست کنم.
فیله ماهی سوخاری میخوام بخورم. چی شد بابا؟ تیغ رفت تو پات؟ داغه. خوشمزه است. اولین بارم دارم این ماهی رو میخورم، این مدلی. فیله ماهی سوخاری. سوخته. یکی دقیقا همون جوری شد که میخواستم. اصلش اینه که اینجوری برشته برش داری، برشته هاش خوبه، اون نرماش به درد نمیخوره. این البته سوخته. خب هوا کم کم داره تاریک میشه و سرد. منم میخوام بساط آتیشمو برا کنم. اینجا تو فیلبند خیلی چوب خشک مثلا کنده و اینا پیدا نمی‌کنید. منم شانسی حالا یه مقدار اینجا دیدم، ولی خودم تورا خریدم از مغازه‌هایی که تو روستا هستن، گذاشتن کنار، قشنگ میفروشن. میتونید بخرید، راحت استفاده کنید. خشکم هستش تازه. خب من ناهارمو خوردم، قشنگ سیر شدم، آتیشم هم درست کردم. حالا میخوام یه چایی مشتی بزنم به بدن. خب من نظرم عوض شد، میخوام هات چاکلت بخورم. بارون تون شد، اصلا قرار نبود امروز بارون بیاد. دیدم بارون شدید شد، بعد دارم خیس میشم دیگه، مجبورم اینو خب ما چند تا شغال دیدیم الان. اگه میخوام بیان با میلو بازی کنن فکر کنم، نمیدونم حالا من یا من سادم میخوان بیان یه کاری کنن. هی میان دور و بر ما میچرخن، نمیدونم داستان چیه. میلو هم خوب داره دفاع میکنه. ولی کلا میلو، آفرین بابا. های افراطی ضد رژیم. خب من چیز چاییمو نیورده بودم اون جای چاییمو، بعد تی بگ هم نیورده بودم، مجبور شدم که شانسی چای خشک همراهم بود. چای خشک همینجور ریختم تو این، حالا گذاشتمش این گوشه که دم بکشه. از کشیش و رعیت و میلو بیا بابا غذا تو. خب
خب ما چون برای میلو ظرف غذا نیاوردم، یعنی یادم رفته بیارم، تو یه قابلمه مجبوریم غذا بخوریم. برای همین اول غذای میلو رو دادم، بعد ظرف رو یا بعد بزنم بذارم آب جوش بیاد که غذای خودم رو توش درست کنم دیگه. میخوام برای امشب پاستا بخورم. این پاستا رو من چند وقت باهاش آشنا شدم، خیلی چیز خفنیه. حالا درستش میکنم ببین، خیلی راحته، همه چیش آماده است. این تو فقط میریزی توی آبی که داره میجوشه، بعدش هم یه 10 دقیقه 15 دقیقه وای میسی و آماده میشه. خب این الان حدودا 5 دقیقه اینجوری جوشی. یه مقدار زیرش کم میکنم، درشو میذارم که یه ذره کامل بپزه قشنگ. هنوز یه مقدار سفت آب میخوادش. به سایزش میخوره که آماده باشه. بله آماده است. اینی که من گرفتم با طعم گوجه و ریحونه. طعمای مختلف دیگه ای هم داره، مثلا مکن چیز داره، بروکلی داره، کچاپ داره، این چیزا این طعما رو داره، ولی من خودم پای ثابت همین گوجه ریحونشم چون به نظرم خیلی خوشمزه است. ما شاممون رو خوردیم، خیلی خسته ایم. ساعت فکر کنم حدودای 10 باشه. یه شب مهتابی هم هستش دیگه. میخوام برم تو چادر یه مقدار فیلم ببینم و اینا و بعدش هم بخوابیم. اونم ماهه. صبح بخیر. ساعت 6:30 اینطور است. خیلی سرد بود دیشب. من واسه آمادگی اومدم فیلبند رو نداشتم، لباس مواز کامل نیاورده بودم، واقعا سردم شد. اینا خیلی سرده. منم چوبام تموم شده، فقط 2 تا تیکه چوب دارم، یعنی عملا چیزی برای آتیش زدنم ندارم. حداقل بساط صبحونه رو بذارم یه چیزی بخورم یه ذره گرم شم. سگه که اینجا بزرگ شده و تو این آب و هوا عادت کرده و اون همه کت داره و فلان داره، اومده بودش اینجا دقیقا کنار این خاکسترها و زغالای داغ روی این سیایه، این جای بدنشه، اینجا خوابیده بودش. خیلی سرد بود. توی هوای سرد تخم مرغ داغ دست گرفتن نه تنها اذیت کننده نیست بلکه لذت بخش هم هستش. این میشه سهم میلو خانوم. آقا این نون عمه بتول هم چیز جالبی ها. من با این سایزش خیلی حال میکنم، قشنگ لقمه ایه، ولی برای میلو باید از اینا زد. خب از اونجایی که من حوصله ندارم برم نمک و تو کولم بیارم، همینجوری بدون نمک میخورم. نمک نمیخواد.
آقا یه خوبی که این بخش فیلبند داره این منطقهش که حالا مردم هم زیاد میان اینی که اینترنت داری، یعنی آنتن هست، اینترنت هست، خیلی ردیفه. من یه میوه اینجا دیدم رو درخت، عکسشو تو گوگل زدم سرچ کردم، نوشته بود که سیب گیلاسیه. والا جرئت نمیکنم حالا الان بخورم، ولی میخوام یه ذره بچینم. خیلی هم تیغ داره. یه ذره بچینم ببرم با خودم تهران، اونجا بخورم که اگر که مشکلی پیش اومد دسترسی سریع به بیمارستان داشته باشم. یه چیزی دیگه هم الان پیدا کردم اسمش ولیکه. البته به فارسی خودمون ولیکه نوشته که میوه خوشمزه درختای پاییزی، شبیه بلوبریه ولی خیلی شبیه بلوبریه. از اینم یه ذره میچینم میبرم تهران میخورم. اینجایی که من اومدم یه ذره ای بابا، اینجایی که من اومدم کم کردم یه ذره فقط با جاده فاصله داری، یعنی در حدیه که من حتی ماشین خودمو میبینم قشنگ، خیالم هم راحته. عوضش یه جاییه که خیلی مردم دورت نمیتونن جمع بشن، قشنگ راحت برای خودتی، و اینکه سر صدام دیگه اذیتت نمیکنه. فقط یه بدی که داره اینکه خب حیوان بیشتر میشه دیگه دور و برت. خب ما دیگه داریم برمیگردیم و من بعد این ویدیو رو تمومش کنم. اگر که براتون ویدیو مفید بود و دوستش داشتید ممنون میشم که لایک کنید، کامنت بذارید. اگر ساب ندارید کانالو حتما سابسکرایب کنید و برای دوستاتون بفرستید. مخلصیم.